رشته تپه یکی از خوشمزه ترین و اصیل ترین غذای ما بوشهریان. البته توی توابع دشتی و دشتستون بوشهر بیشتر خوراک کو درست میکنن و میخورن. جدیدن هم داره این رشته تپک به فراموشی سپرده میشه. این غذای جدید و با کلاس اومده که دیگه مردم دلشون روی رشته تپک نمیره. اما ما گفتم بیام پستش رو سیتون بیلام که اگه یه وقت شما هم دوست داشتین این رشته تپک رو امتحان کنین. سی درست کردنش اول با سرتیجاتتون بادمجون و گوجه و پیازتون رو خوب بشورین و بعدش هم سرخشون کنین. بعد باید رشته هاتون رو با کمی روغن بریزین تو پاتیل و بلین تا بو بخوره. رشته هاتون که بو خورد او که جوش اومد رشته هاتون رو بهش اضافه کنین. یه 5 دقیقه که غل خورد بشه رشته هامون رو اوکش میکنیم و یه لایه از رشته رو میریزیم تا پاتیل و یه لایه از موادی که سرخ کردیم لایه میچینیم تا بیاد بالا و در نهایت درش هم میبندیم و میلیم تا 20 دقیقه دم بکشه. رشته تپک ما به همین آسونی و جذابی آماده شد. نوش جون همتون. ایشالله درست کنین و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرین.